اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، امروز 6 نوامبر این موضوعها را به بررسی میگیریم. آیا قانون برای همه یکسان است؟ پرسش سیراهی رادیو آزادی از ساکنان دوشنبه در روز کنستیتوسیون تاجیکستان. ماموریت بازار سخاوتی کولاب اصرار می‌ورزد که بحث با تاجران خاتمه یافت، اما تاجران اثبات می‌خواهند. سوداگری اخبار چیکار میشه؟ مثلا با یکی آورده مثلا شهرنامه قانونی همش ایرو ایجاد نکنیم. و حکومت روسیه قصد دارد کمبودی اسکران را از حساب دعوت طبقه‌های آسیب‌پذیر جامعه و از جمله مهاجران به ارتش جبران کند. اما شروع میکنیم از یک خبر. روز دوشنبه وزارت بهداشت زیر نظارت گروه حماس ابراز داشت که بر اثر حمله های اخیر اسرائیل در واحه غزه کمش 200 نفر کشته شد. نیروهای اسرائیل بعد حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر در غزه عملیات نظامی راه اندازی کردند. در نتیجه حمله حماس کمش 1400 کس اساساً افراد ملکی به قتل رسیده است. این گروه اسلامی فلسطینی همچنان 240 نفر را به گرو گرفته است. به قول مقام درون حماس در برخوردهای غزه بیش از 10,000 فلسطینی هلاک شدند. تفصیلات را میتوانید در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. روز 6 نوامبر همساله در تاجیکستان همچون روزی سرقانون جشن گرفته می شود. در کنستیتوسیون پیش بینی شده است که تاجیکستان دولت اجتماعی بوده، برای هر یک نفر شرایط زندگی ارزنده فراهم می آورد و همه در نزد قانون برابرند. با توجه به چنین معیارهای قانون، امروز خبرنگاران رادیو آزادی علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که آیا واقعاً برای آنها شرایط زندگی ارزنده فراهم است و تو کجا قانون برای همه یکسان می باشد؟ قانون چیزی است که از طرف همه شهروندان با طریق رای پرسی همین کنستیتوسیون ما قبول شده. البته که قانون برای همه یک است. برای همه یک است. در عمل مثلا بعضی‌ها شکایت میکنند که قانون فقط برای مثال کمبغلان در عمل که هر کس هر خلاص مثال لیکن ما هم با یک حساب کمبغلیم که باید نیستیم، لیکن ما شکایت تا امروز نداریم. کجای رفتگی مثال کارمون موافق قانون بود شده است. با همه یک خیل هستن، لیکن بسیاری‌ها چیز نمیکنن، رعایت نمیکنن. من آدم گذر راه هست سبز میشود، لیکن شفیارا همین خیل رای میکنن، راننده همین خیل میرونن که قریب آدم زیر کنن. اگر قانون برای رعایت نمیکنن. حاضرش اگر یک فکر کنی هزار مشکلات که نسبت پیشنهاد خوب شده و درباره مثال زندگی شهروندو حاضر هر یک نفر ایروی شخصیت خودش اگر کار قبول کرد زندگیش خوب میشه، نه که خودش که قبول نکرد یک جا زندگیش خوب شد. در شهر کم خیلی چند خواهد بتونی هم خیلی زندگی میکنی. پس تو بلندی داره خلق همه خیلی کمبغل در دیگه خیلی نسبت رفتارای دورنده در دیگه خیلی رفتار همه در خیلی رفتار نداره. زندگی خوبه. قانون درباره جمهوری همین جمهوری ما یکه، هر یک انسان در یکه. وقتی قانون برابر باشه، ما مثال یک جا دم خیلی ویزاوی سنتر در مثال چیز پردیم، داکومنت پردیم، این 210,000 سومون ده ما را میگفتن که در کانادا مثال جای کار با جای کار تامین میکنیم. این قانون اگر روایت میشید، ما اینسان در اهمیت اندادیم، در پروکراتور اندادیم، در همه مقامات که دادیم. تازه همین انسان 4 ماشین در تاجیکستان نیست، گم شدگی رفتگی. مثال همه مقامات دادیم، دلا کردن، بردن، دیدن جنایتکار جواب دادن رفت، دیگر ندیدیمش. تا حاضر همین انسان نیافتیم. قانون شکن هستن جورا باید قانون رعایت کنیم. خواه زوره خواه کمزوره خواه شاه خواه گدا همه ما باید قانون رعایت کنیم. این قانون دولت هست. همه دولت ها قانون هاشون بودن. دولت های پاچویی بود قانون داشتن. دولت به قانون نمیشه.
حالا می رویم به جنوب تاجیکستان و به بازار سخاوتی کلوب که هفته گذشته تصمیم مسئولان برای تخریب قسمی از این فروشگاه اعتراضی تاجران را به بار آورده بود. شهرداری اطمینان داد که سوداگران را به جای نمیگذارند و آنها در مکان نو می توانند به کارشان ادامه دهند، ولی بعضی از تاجران میگویند تا شرطنامه به دستشان داده نشود به این وعده ها باور ندارند. محمود جان رحمتزاده دنبال همین موضوع بود. صفی سوداگران در بازار سخاوتی کلوب اکنون ناپدید شده است، زیرا دو قطار مورد مناقشه تخریب شده است و فروشندگان به منطقه دیگری نقل مکان کرده اند. برنامه‌ریزی برای ساخت مغازه‌های نو در مکان تخریب شده در حال انجام است. در میان فروشندگان آواره خانم بیبی سارا دولتова در قطار نو جایگاهی را به خود اختصاص داده است. ولی بیبی سارا نگران است که از این جای نیز او را محروم میکنند. جگری خدای من رحم کنن. ای مادر برآمدن، اول پدر بعد مادر. ای مادر مادرای خودشون فکر کنن، مرم فکر کنن، یا اندیشه کنن، یا جای پیش مستقیم و یا تکنن تا روزی مردن بیو بخم خلق مرغمی خودم بس وید که هیچ که ندارم. رهبریت بازار تصمیم گرفته است قراردادهای نو با سوداگران امضا کند. یعقوب جان جمعیوف یکی از تاجران آسیب دیده حالا مکان نوش را درست دارد. به یعقوب جان وعده دادند که در مکان نو با او نیز شهرنامه می‌بندند. این همینجا جو کردم مقصد времени که سودا کنیم عقوبت چیکار میشه مقصد با یکی آوردم مقصد شهرنامه قانونی همش ایرو ایجاد میکنیم نمیدونم. این جو دیدم اینجا همه بار تفلیگ مقصد اینجا سودا میکنیم نمیدونم اینجا تا времени سودا کنیم. بحث تخریب مکان فروشنده ها یک هفته پیش آغاز شد. رهبریت بازار به سوداگران هشدار داده بود تا آنها جایهایشان را خالی کنند. به گفته سوداگران مکان آنها به صاحبکاری داده شده است. این باعث بحث و اعتراض سوداگران شد. آنها در یک نامه دسته‌جمعی به حکومت کلوب شکایت برده اند. در صحبت هم معلوم شد که بعضی آنها در بعضی گوشه های بازار جای کرده شده اند، اما آنها میگویند که این جایها موقتی است و جایهایی که آنها الکی جابجا شده است صاحبان خود را دارند. نفرانی که حالا مکانشان تخریب شد 20 سال پیش در اینجا جای گرفته بودند. آنها میگویند تنها پس از نهایی شدن قراردادها باور خواهند کرد که صاحب مکان گشته اند. ساعت 6 دیگه اومدم و جابجاشون کردم. ما بشارده زنگ زدن ما اومدم داخلی بشارده ما میام روی کاری شما هر یک کدامش فایرود میکنم در جای خودم نشنم چیشون شهرنامه شون میکنم همه شما در دست شون میکنم. کلوب در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده 250,000 اهالی دارد که آن را به سیومین شهر بزرگ کشور تبدیل میکند. کلوب زواد و فابریکه های بزرگ ندارد. بیشتری ساکنان شهر به تجارت و ایده به کشاورزی مشغولند. بقیه ساکنان به مهاجرت رفته روزگاری خود و خانواده‌شان را میچرخانند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، بازار سخاوتی شهر کلوب. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. دفتر نمایندگی پرزیدنت روسیه در منطقه مرکزی کشور از مقامات محلی خواسته است تا قشرهای آسیب پذیر را به ارتش روسیه دعوت کنند. خبرنگاران وژن استوری نسخه این دستور و هم فهرست گروه آدمانی را دسترس کردند که مقامات روسیه میخواهند آنها را به جنگ برند. در روسیه صدها شهروندان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. اگر به این روی خط نگاه کنیم سوال پیش میآید که تا کدام اندازه آن به مهاجران تاجیک داخل خواهد داشت. برای پاسخ به این سوال همکارم میرزانبی خالقزاد را به استودیو دعوت نمودیم. درود بر شما و میتونید بگید که به این روی خط کیها داخل میشوند؟ سلام شهلا و سلام بینندگان گرامی. به این فهرستی که شما حالا اشاره کردید تقریبا 22 گروه آدمان شامل هستند، از جمله محکوم شده ها، مهاجران، قرضداران، مفلس شده ها، بیکاران، خارجیانی که در انتظار شهروندی روسیه هستند یا خارجیانی که دارای شهروندی روسیه می باشند، آنهایی که در انتظار قرار اخراج هستند و افرادی که تازه از زندان آزاد شدند و همچنین افرادی که درآمد رسمیشون از سال 2022 به این طرف یعنی اندازه دولت را نسپردند. ما با چندی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک صحبت داشتیم که آنها میگویند این امر مقامات روسیه را در رسانه‌ها خواندند و به نظر آنها چنین امر برای مهاجران تاجیک پیامدی ناخوب خواهد داشت. به نظر آنها مهاجران تاجیک از حمایت کمی برخوردارند. بیشتر از دیگران مورد تعقیب قرار میگیرند و شماری آنها در بازداشتگاه‌های مخصوص یعنی اسپیس پریونینگ ها زیاد است.
مثلا چند پیش یعقوب جان عمرف معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ در صحبت با رادیو آزادی گفته بود در بازداشتگاه نزدیک به 50 مهاجر تاجیک نگه داشته میشوند و سرنوشت اکثر آنها ناروشن است. یا بر علاوه بازار و خیابان و مکانهای دیگری تجمع مهاجران چند ماه باز نیروهای امنیتی و پلیس روسیه پیوسته مهمانان مسجد و مرکزهای دینی میشوند و آنها را بازداشت نموده و مستقیم به کمیساریات‌های حربی میبرند. باز با کدام افراد بر اساس این امر مقامات روسیه دچار خطر بردن به جنگ تهدید میکنند؟ ببینید شهلا، همچنین با افراد قابل خدمت حربی، دوم با سربازانی که خدمت حربی را گذاشتن، سوم سربازان احتیاطی، چهارم سابق اعضایان شرکت واگنر و با محافظان شرکت‌های خصوصی محافظتی هم دخل داشته است. منصبداران دستور گرفتن هر روز گزارش بدهند که با چه تعداد آدم‌ها صحبت و فهماندهی گذرانیده و چند نفر را با امضای قرارداد حربی راضی کردند. کوشش‌های مقامات روسیه برای جلب مهاجران به روسیه حادثه نو نیست. یک همصحبت ما شهروند تاجیکستان که به خاطر امنیتش نامش برده نمی شود گفت تقریبا 2 ماه پیش همراه 200 نفر از تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان زیر تهدید و فشار به جنگ در اوکراین جلب کرده شده بودند. سپاس برای صحبت و یادآور می شوم که تا کنون درباره مرگ چندین زاده تاجیکستان در این جنگ خبر رسیده است و قسمی از آنها تاجیکان زندانی در روسیه بودند. مقامات تاجیکستان این وضعیت را توضیح نمیدهند بجز اینکه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح بیگانه جوابگری تعیین کردند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه می‌دهم. امروز نیزار اموظریف و از شخصیت‌های برجسته سیاسی زمان شوروی توجیک و یکی از رهبران دولت و حکومت تاجیکستان زاد روز دارد. این خودی شناخته دولتی که نصف عمرش را صرف خدمت به وطن کرده است رسو 100 ساله شد. همکارانم اسکندر فیروز و برادر یوسفی در دوشنبه به تبریک نیزار اموظریف و رفته و از خاطره‌های کار و زندگی یک عصرش پرسیدند. وقتی که سین سال دیگر جوراب بعد کلات کارکان میگیره کجا بودم چی بودم چی خوردم چی موندم همینا که فکر کنیم همون سال میگوده که تو این سال باور کنید این قدر حادثه‌ای که حیاتی ما گذشته ای جوانای همون وقتا و آدمای همون وقتا باور کنید خدمت دور بوسمچی رو یاد دارم. باوری که اتفاق سویتی تشکیل شدنش یاد دارم. دوری که دهخانه ای گرسنگی ای کوه فرامده زمین ده وای با دیگه جای وای با زندگی کن ممکن باشه یکان چیز کاشتن باشه زندگی را بهتر کنه زنک ها درو میکرن پخت را میچینده خواهی همه تشکیلی ای پیش نظر من همچون کشتی نمیداره میگم من همونجا بردم چخیل باسمچه غله دیخون بیچاره علا سر داده سوزاندن همین چیش موند حاصلش بالا ده تنش سوخت گندم دلمل موند مردم هیچی ندارن زنها تا حتی شوی محتا شو اونا باید مکی مادرم پدرم 5 سالگی موندم 3-4 سال موندیم خودی 6 ماه بود اکای کلانم 12 ساله بود همه اکاکم یک از داشتیم مادرم زنکای تشکیل کرده میگفتن که بیا خشه بچینیم اما تیپدش شوی محتا ده سال 37 علاقه ریپریسیوی ستالینی سر شده بود. اون پدرندر میترسیدن یکان؟ نه اکوی تدی نمیترسیدن میخواستن اما آدمایی که تشویق میکنن تقریبا همون راهبرا اول فرزندای خودشون مکتب دمونن که برای دیگران همونا شوه اونا هم بگن که چه دختر رئیس میخونه و تو نمیخونه. بینندگان عزیز این صحبت را در شکل کامل میتوانید در سایت آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. دوستان مهربان با همین میرسیم به پایان اخبار برنامه امروزه. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای بیشتر از این را چون همیشه میتوانید در وبسایتمان رادیوی آزادی دسترس کنید. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری حرکت.